هفته صبح چه موقع مردن خونه دمت. الو قبرستون میگه خدا نکنه بابا سر قبرستون ما عشقم مرده جلومو نمیتونم داد بزنم. من خود نکشتمش خودش مرده بودیم خاکش کنی توالت تشکیل جنازه تر نزنی تو مجلس بود ایده تسلیت میگم خونه دمت. اما یه ذره ور نزن ببینم چه گویی دارم میخورم. همین خوبه همین خوبه. اما با خدای بدبخت گشنه مرد همینا رو داده بودی خورده بود 10 سال دیگه زنده میمون مردیم از گشنه یا. حاجی برای فشار اول قبل چی پیشنهاد میکنی؟ چی هم به دیکلوفناک من چه میدونم من نکیر منکرم. میگم خدا بیامرز چیکاره بود؟ ورزشکار بود حاجی. بیا بفرما چقدر گفتم ورزش بره سلامتی بده یه معتادی نام ببر که مرده باشه. کاظم خدا بیامرزت. صحیح. حاجی قبرو چرا سقف نداره؟ داره اینا قطعه پولارن سقفشون کروکه. به میشه والا حاجی اگه زل نزد تو چشه پیرزنو بذار کفنی شوهرش خوشه. حاجی بفرما فاتحه بده. بچه اتوبوس خود جمع نکنه یه نفر مرده کم وردا. حاجی یه مراسمی داشتیم مبارک باشه. نه فوت کرده حاجی. خدا رحمتش کنه. چندم میشه؟ 40 میشه حاجی. سوم هفتهش کی آوردی؟ شکرالله آوردیم حاجی گفتیم تو خیلی سوزناک میخوری ننمونم میکشی. خود سوم هفته که شکرالله توش بخونه الحمدلله تو 40مش میرینه بحث پولش کنی. تقدیر و تشکر میکنم از منسوبین و آشایانی که تشریف آوردن. میبینم که دوباره موقع رای ریزی شده یه سری نماینده ها کنتراتی تشییع جنازه رو برداشتن. الان شورای دیدش با پیرن صورتی اینجا چی میخواد؟ من کاری به این ندارم. دیار ارسنج جون با کرک بری چی میشینه تو ردیف اول؟ صلوات. اما صلوات بری چی میدم؟ صلوات نمیدم. بذار من تو پلن اینا برینم. شهردار منطقه یزد خواست. حاجی جون خود پای ما رو دیگه وسط نکش. اصلا کی نظر از تو خواست؟ آقای ستویی که من نام بردم فقط بگن اصلا چجوری مرده میت. حاجی زحمت نهار همین آقایون کشیدن. اندالله. والا آقا جون بچه‌ام که میخوام دنیا نباشه بگو این ستا اصلا بیا تو قاب من. یعنی روز مرد به این ستا خودم شخصا میخوام تبریک بگم. بیا تو قاب من. بیا تو قاب. ممنون. حاجی تلخش کن. همراهم نی. مجلس میگم حاجی. آی 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 والا چشات ماننده آوی بیای وای وای آن قدت ماننده پاترون لرخیای وای آن والا بنا قودی علی پندش در اومای منم از گرد و هماره بیا بای آن آقای عزیز شماره تماس برای رزرو مجالس 0615 516 19 15